وزارت خارجه قطر در بیانیه گفته است که نماینده آن کشور در اولین نشست تکنیکی گروه تماس سازمان همکاری‌های اسلامی که در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد، بر اهمیت اتخاذ یک رویکرد متوازن و مشترک در قبال افغانستان تاکید کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه قطر آمده است که افغانستان در یک وضعیت بسیار حساس قرار دارد و نماینده آن کشور خالد عبدالعزیز الخلیفی در این نشست از کشورهای اسلامی خواسته است تا یک برخورد مشترک و متعادل در قبال افغانستان داشته باشند. آقای الخلیفی خاطر نشان کرد که قطر باور دارد این نشست فرصت مهمی برای تبادل ارزیابی‌های فنی، هماهنگی تلاش‌ها و تدوین پیشنهادهای عملی فراهم می‌سازد تا توانایی گروه تماس وزارتی برای اقدام مؤثر و هماهنگ در قبال افغانستان تقویت شود. این نشست در مرحله حساس برگزار می شود و نیازمند یک رویکرد جمعی متوازن در قبال وضعیت افغانستان است. رویکردی که کمک‌های فوری بشردوستانه، تعامل سیاسی مسئولانه و احترام به شرایط خاص افغانستان را در چارچوب اصول سازمان همکاری اسلامی و در حمایت از آرمان‌های مردم افغانستان برای امنیت، ثبات و توسعه با هم ترکیب کند. در همین حال حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، از حضور مثبت قطر در این نشست قدردانی کرده و میگوید که قطر به موضوعهای کلیدی افغانستان اشاره کرده است. آقای فطرت همچنان افزوده است که افغانستان پس از جنگ‌های طولانی مدت اکنون نیازمند همکاری جهان در تمامی بخش‌ها است. موږ په دغه مجلسونو کې د افغانستان د حضور غوښتونکو څو د خپل دریځ ښه استازولي وکولای شي او د افغانستان وضعیت ښه تشریح کړي او له دې لارې د افغانستان په اړه نیول کېدونکي تصامیم مؤثر او اغېزناک تمام شي او د خپل دوست او ورور هیواد قطر د دریځ نیولو مننه کوو چې واقعا یې هم په افغانستان کې کلیدي مسایلو ته اشاره کړې ده. افغانستان چې تازه له جګړو راوتلی، همکاریو او پیوستون ته اړتیا لري، باید په هره برخه کې هر اړخیزې مرستې ورسره وشي. سازمان همکاری اسلامی یک نهاد بین المللی متشکل از 57 کشور اسلامی است که هدف آن حمایت از منافع کشورهای اسلامی، تقویت همبستگی و رسیدگی به بحرانهای سیاسی، انسانی و توسعه‌ای در کشورهای عضو و غیر عضو این سازمان است. افغانستان نیز یکی از عضوهای دیرینه این سازمان است. کمک‌های بشردوستانه، تعامل سیاسی و دیپلماتیک و نقش میانجیگرایانه از رویکرد چند بعدی سازمان همکاری اسلامی در قبال افغانستان تاکنون بوده است.